دوستان عزیز، با شاسی آهوی آمریکایی در خدمتتون هستیم. اینو قبلا یه جا پروژه‌شو داشتن انجام میدادن. بذار خودم هم نشون بدم. پروژه‌شو یه جا داشتن انجام میدادن، دیگه اونجا نیمه کاره موند، دادن به ما کارو و ما داریم در واقع ادامه اون کاری که اونا انجام دادن انجام میدیم. ولی هر جایی رو دست زدن یعنی دوباره خودمون باید روش کار کنیم و اصلاحش کنیم، چون گند زدن، دست نزدن، گند زدن. یعنی همون جوری هم میخواستن ماشین رو تحویل مالک بدن، یعنی درستش کنن و تحویل بدن، چون خیلی از کارهای شاسی شده بود، در حالی که مفتهز الافتضاح. اینجا رو داشته باشید. این قسمتیه که لاستیک اتاق میشینه و اتاق روی این میشینه. اینو با این کیفیت گردباری کرده بودن، بسیار زیبا، و جوش داده بودن اینجا که عوضش کردیم، این کیفیت رفت سر جاش. اینو یه دور انگشتت تو اینجا بچرخونی انگشتت اومده پایین، ولی این مثل فابریک. این ورم تعویض شد و تازه این ور رو صلاح ندیده بودم تعویض بشه، در حالی که نیاز به تعویض داشت. و خب توی شاسی ایرادهایی بوده از قبل، اینا رو دست زدن درست کنن ولی درست نکردن. یه ایرادایی هم اینجوری درست کردن. این ویدئوی قبل اصلاحش هم میذارم این پایین که ببینید چی بود و چی شد. این اینجوری بود، اینجا اینجوری وایستاده بود، یعنی اینو اینجوری میخواستن ببندن، زیرش هم خالی چون شکسته بود، اونم درست نکرده بودن. چند تا جوش افتضاح هم زده بودن. این جوشه بود که اونجا بود، اینم وضعیت زیر اون بود که الان چی شده؟ اینجوری درست شده. یعنی یکم انصاف، یکم مروت نداشتن تو انجام این کار و قرار بود این همینجوری بره دست مشتری سوار بشه. ماشینم حتما گیج میشد، چون این چیه؟ این جاییه که فنر روش میشینه، فنر به این بس میشه. این وقتی کج باشه، درست نباشه، جای صحیح نباشه، همه اندازه ها به هم میخوره و دیگه ماشین اصلا درست راه نمیره، کج و موج و اینجوری راه میره، که الان اینجوری در این حد درست شده. تمام اینا نیاز به کار داشته ولی اصلا هیچ بررسی نشده. سند بلاستش هم ناقص زده بودن، چون درستم سند نشده بود، ایرادها هم کامل نیومده بود بیرون و ما یه بار دیگه فرستادیم سند بلاست و تمامی ایرادها برطرف شد. اینم این قسمت پای اتاقه که یکم موریانه شده بود، جاشم خراب شده بود، تعویض شد. و بعضی دوستان که میگن ماشین ها نیاز به شاسی شدن ندارن، الان ماشین شاسی نشه، این ترک مویی که اینجا تو شاسی افتاده چجوری قراره درست بشه؟ بذارید نور رو از این ور بدم. میبینید این ترک هایی که اینجا هست، اینجا هست، اینجا هست، اینجا هست، این قسمتیه که پایه دست موتوره، یعنی موتور روی این میشینه و خب فشار زیادی روشه، چون هر بار که گاز میدید اینجا تنش توش ایجاد میشه و باعث به وجود اومدن این ترک های ریز میشه که به مرور هی بدتر میشه. یعنی این ترک با هر ارتعاشی عمق بیشتری پیدا میکنه و فاجعه سنگین‌تر میشه. اینم که پایه باکه، ببینید چجوری جوشکاری شده، جان من افتضاح، خیلی افتضاح. اینم قسمتیه که دست موتورا میشینه، قبلا رو ماشین نصب شده بود و ترک داشت همینجوری بی کیفیت. البته ما که بازش کردیم یکم کج و کوله شد، ولی اینجا یه ترک سنگین داشت که کلا باز شد اصلا و ما در این حد عوضش کردیم. ببینید و لذت ببرید. خدا وکیلی کار رو با کار مقایسه بکنید. خب این معلومه دیگه، ایراد نخواهد داد، مشکلی نخواهد پیش آمد در آینده و ترتمیز خواهد بود. چون ببینید ماشینا
یه 30-40 سال از عمرشون گذشته، معلوم نیست وضعیت شاسی چطوریه، تو چه وضعیتی استفاده شده. میگم مثلا پای اتاقا، دست موتورا، پایه دست موتورا همه تو فشار بودن. میزان باری که طرف با ماشین حمل کرده، دست اندازا رو چجوری رد کرده، همه اینا تأثیر میذاره تو این که اینجا ترک باشه یا نباشه. حالا یه ماشینی بکر باشه، کمکار باشه، بدون رنگ باشه، بله اون نیازی نیست دیگه شاسی در این حد باز بشه، ولی ماشینی که استفاده شده، رونده شده، 100% به این شاسی شدن احتیاج داره. این ترک ها توی شاسی وجود داشت که اصلاح شد و مادامی که یک خودروی قدیمی در این حد شاسیش بازبینی نشه، اینا درست بشه نیست. و تا زمانی که این شاسی باز نشه و سندبلاس نشه اصلا دیده نمیشه. اینقدر چرک و کثافت و رنگ و موم و میبینی مثلا ماشین ها همینجوری مومکاری کردن دیگه. خب این ترک ها میمونه زیر 1000 تا موم، هر کی هم بره زیر ماشین میگه به به چه شاسی سالمی. و اینا هم واسه ماشین، یعنی واسه هر ماشینی پیش میاد. اینجوری نیست که آهو مثلا شاسیش ضعیف باشه این مشکلات پیش بیاد. هر ماشینی بالاخره بعد 30-40 سال استفاده مداوم یه همچین مشکلاتی رو خواهد داشت و ما اینجا سعی میکنیم که با کیفیت لازم همه اینا رو اصلاح کنیم، درست کنیم تا ماشین یه عمر دوباره 30-40 ساله‌ای بگیره. و تو تمام دنیا هم خودروی کلاسیک رو به این روش بازسازی میکنن. این شاسی اسمش شاسی نردبانیه. تو این سیستم شاسی اتاقش شاسی به اون صورت جدا میشه و قابل تعمیره، ولی شاسی خودروهای سواری معروفن به شاسی فضایی، اونا دیگه اینجوری نیست. شاسیشون یکم مورد داره اگه چنین اتفاقاتی واسش بیفته. خلاصه که داریم تلاش میکنیم زندهشون کنیم دوباره. یه دوستان هم بذار نور رو این بری بگیرم. یه عده از دوستان هم میگن آقا قرن 21 نمیدونم اونجا دارن آپولا فضا هوا میکنن، اینجا تازه دارن ماشینا رو از تو گورستون در میارن زنده میکنن. عزیز من تو کل دنیا، تو کل کشورهای جهان، مخصوصا جهان اول، کشورهای توسعه یافته، خودروی کلاسیک بازسازی میشه چون ارزشمند، کلی خاطره توشه، کلی نوستالژیه و به شدت هم هزینه‌های بازسازی تو همه جای دنیا بالاست. یعنی نباید انتظار داشته باشید که یه خودروی کلاسیک بگیرید با هزینه و اجرت مثلا یه پراید این تعمیر بشه. این شدنی نیست. وقتی شما یه پراید میخرید میدونید که اجرتاش هم در حد همون پرایده. وقتی یه پرادو یا لند کروز صفر میخرید میدونید که اجرتاش در حد لند کروزه. یعنی شما اگه پراید بخرید ولی اجرت صافکاریش مثل لند کروز باشه، خب این با عقل جور در نمیاد. یا نمیتونی انتظار داشته باشی که اجرت صافکاری گلگیر لند کروز با اجرت صافکاری گلگیر پراید یکی باشه. اینا اصلا شدنی نیست. ولی خودروی کلاسیک یه چیزی این وسطه، یعنی قیمتش یهو میاد اندازه قیمت یه پرایده، ولی اجرت‌های صافکاری و مکانیکی و همه چیش مثل اون پرادو است، شاید بیشتر هم باشه، چون همه چی ساخته میشه از نو. اینجوری نیستش که بری سر کوچه وسایلشو بخری بیاری پیچ به پیچ ببندی. همه چی رو باید بسازی، همه چی از نو ساخته میشه. البته اگه با کیفیت کار بشه تعریف از خود میشه، مثل ما، نه اون یکی‌ها که هم نه، ولی خیلی هستن که همینجوری گند میزنن تو شاسی و اتاق، تحویل مشتری میدن، مشتری هم با بهبه و چهچه میره، بعد یه سال میبینه داره لاستیک میخوره. چرا؟ چون اینو کج بستن مثلا. میگم این یه کار تخصصی، اینجوری نیستش که هر کی دلش خواست پاشه بیاد ماشین کلاسیک بازسازی بکنه. بعد اتاق و شاسی رو بشناسی و یه کار با کیفیت تحویل مشتریت بدی، ریزبین باشی، نکته بین باشی، اطلاعات فنی بالایی داشته باشی و خیلی چیزا رو بسازی. دیگر فعلا خداحافظ.